تعداد کمی از چیزا تو دنیا هستن که زندگیمون وابسته به اونه. آب، غذا، سرپناه. اما اگه خواستی فقط یکیشو انتخاب کنی، آب انتخاب کن. چیزی که بیشتر از هر چی تو دنیا بهش نیاز داریم. اما جالبه بدونید حیوانایی تو دنیا هستن که وابستگی خیلی کمی به آب دارن. امروز میخوایم 10 تا از حیوانایی که وابستگی خیلی کمی به آب دارن رو بهتون معرفی کنیم. برای ماهی‌های آب شیری خطرناکه که آب بخورن، چون شوری آب باعث مرگشون میشه. اما واقعا تعجب کردم، من فکر میکردم همش آب میخورن، همش آب میخورن دیگه، ولی آب نمیخورن. ماهی‌های آب شیرین نمیتونن آب بخورن بدون اینکه خودشون رو بکشن، چون کلیه‌هاشون نمیتونه اون آب رو فیلتر کنه و نمک مقدار خونشون بسیار بالا میره و اندامهاشون در حد انفجار قرار میگیره. در عوض آب مورد نیازشون رو از طریق پوست و آبششاشون جذب میکنن. گوریل‌های کوهی به ندرت آب می‌نوشن. اونا آب مورد نیازشون رو از طریق میوه، ساقه و ریشه گیاها و حتی حشرات به دست میارن. گوریل‌ها میتونن 50% از آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق شبنم صبحگاهی روی گیاها به دست بیارن. همچنین کسایی که روی گوریل‌ها و میمون‌ها مطالعه می‌کردن متوجه افزایش نوشیدن آب توسط میمون‌ها شدن که دلیلش میتونه تغییرات جوی باشه، که اگه میمونا آب رو توی رژیم غذاییشون قرار ندن میتونن اثرات اون رو تو بدنشون احساس کنن. اما جالبه بدونید که گوریل‌های کوهستان اصلا نیازی به نوشیدن آب ندارن و نیاز ندارن که یه برکه پیدا کنن که آب بخورن. پستانداران دریایی نیازی به نوشیدن آب ندارن. قبلا گفتیم که ماهی‌های آب شیرین آب مورد نیازشون رو از طریق آبشش و پوستشون جذب میکنن. اما تکلیف پستاندارا که آبشش ندارن چیه؟ خب حتما اونا هم باید مثل ما آب بخورن. پستاندارن دیگه. چجوریه؟ اما در واقع اونا آب نمی نوشن. اونا آب مورد نیازشون رو از طریق غذاهایی که میخورن جذب میکنن. به ویژه متابولیسم پروتئین و چربی موجوداتی که میخورن میتونه اغلب آب مورد نیاز بدنشون رو تأمین کنه و اگه در شرایط خاص شرایط تبخیری بدنشون بسیار بالا بره، در شرایط خاص میتونن آب بخورن. کوالا اصلا نیازی به نوشیدن آب ندارن. این دوستای کوچولوی بامزه ما اصلا خستن، حوصله ندارن بیان پایین آب بخورن. آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق اوکالیپتوس هایی که میخورن به دست میارن. دیده شده وقتی که بارون میاد اگه آب بارون روی برگا بشینه با زبونشون لیس میزنن. اما تو سالهای اخیر که دمای هوا افزایش پیدا کرده، متاسفانه این دوستای کوچیک ما برای اینکه بتونن آب مورد نیاز بدنشون رو تامین کنن دیده شده که از روی درخت پایین اومدن و به سمت مردم رفتن تا بتونن از اونها آب بگیرن. قورباغه‌ها علاقه‌ای به خوردن آب ندارن. جالبه بیشتر آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق پوستشون جذب میکنن، با اینکه تمام عمرشون توی آبن ولی آب نمیخورن. اما خب همه قورباغه‌ها که تو برکه نیستن. قورباغه‌های درختی توی استرالیا آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق فیزیک لیموناد به دست میارن. اونا به یه فضای سرد میرن و بعد به خونه گرم خودشون توی درخت برمیگردن و آب مورد نیاز روی بدنشون مثل یه لیوان لیموناد جذب میشه. موش‌های کانگورویی آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق پوست ران‌ها و شکمشون که به عنوان لکه نوشیدنی معروفه به دست میارن. اونها توی بیابان زندگی میکنن و به معنای واقعی هیچ نیازی به آب ندارن، چون میتونن آب مورد نیاز رو از طریق هیدراته کردن هوا به دست بیارن. این موجودات کوچولو میتونن آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق اکسیده کردن چربی و هیدراته کردن اکسیژن به دست بیارن. یعنی رسما برای خودشون آب درست میکنن.
شیطان خاردار بیشتر از هر بیابون نشین دیگه‌ای قابلیت هیدراته ماندن داره. این موجود حتی میتونه از طریق مورگای خودش آب جذب کنه. روی پوست اون برآمدگی‌های متعددی وجود داره، همچنین شیارهای میکروسکوپی زیادی روی بدنش هست. و زمانی که بدنش با هر شن یا ماسه‌ای برخورد کنه که ردی از رطوبت روش باشه، میتونه اونو جذب کنه. هرچی این موجود به عمق بیشتری از شن بره، رطوبت بیشتری رو میتونه جذب کنه. رسما یک کاوشگر آبه. موش‌های مول برهنه به آب نیاز ندارن. این دوستای لخت ما جالبه بدونید سرطان هم نمیگیرن و تمام آب مورد نیاز بدنشون رو از طریق ریشه‌ای که میخورن به دست میارن. خیلی جالبه این دوستای جذاب ما به حدی از ریشه گیاه تغذیه میکنن که گیاه نمیره، چون زندگیشون وابسته به اون گیاهه. یعنی این موشه هم شعورش از ما آدما بیشتره. یه جوری از طبیعت استفاده میکنه که به طبیعت آسیب نرسونه. گربه‌های شنی نیازی به نوشیدن آب ندارن. شما چقدر در مورد گربه‌های شنی میدونید؟ این گربه‌های کوچیک اندازه گربه‌های خونگی هستن. وزنشون بین 1.5 تا 4.5 کیلوگرم هستش و موهای متراکمی دارن. این گربه‌ها توی آفریقا و آسیا در بیابان‌ها ساکن هستن و راحت میتونن توی گرما زندگی خوبی داشته باشن. گربه‌های شنی میتونن تا هفته‌ها بدون منبع آب زندگی کنن. گرانک یه گوزن آفریقاییه که گردن درازی داره. بیشتر یه چیزی بین گوزن و زرافه است. این حیوانات سازگاری رو به سطح بالایی رسوندن که میتونن اصلاً هیچ وقت آب و مزدم نکنن. پاها و گردن دراز اونها این اجازه رو میده که همیشه به منبع غذایی خودشون، برگ‌های تازه دسترسی داشته باشن. اونها میتونن تو خشک‌ترین مناطق هم راحت زندگی کنن. برای کمک به هیدراته موندن بدنشون، فرم بینیشون جوری هستش که رطوبت بدنشون خارج نشه. همینطور اونا تو دفع ادرار هم بسیار حساسن و خیلی کم ادرار میکنن. این موجودات خیلی موجودات تنبلی هستن و سعی میکنن تمام انرژی خودشون رو نگه دارن مگر اینکه مجبور به فرار بشن. یعنی اینطوری براتون بگم که هیچ آبی رو هدر نمیدن. اینم 10 تا از حیوانایی که به نوشیدن آب نیازی ندارن. اصلا فکرشون میکردی که حیوانی تو دنیا وجود داشته باشه که هیچ وقت آب نخوره؟ برات آرزو دارم مثل موش مول باشی، به دور از سرطان و مهربون با طبیعت. اگه از طبیعت استفاده میکنی یه جوری ازش استفاده کن که بهش آسیب نرسونی، هم تو حالشو ببری هم طبیعت. تا دانستنی‌های دیگه و جادوی دانش دیگه، بدرود.